وأصحابه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمت‌ها و توفیقات و همه الطاف و عنایت‌هایش. همیشه سپاسگزاری و شکرگزاری و قدرشناسی از هر نعمتی و هر توجهی چه از جانب الله جل جلاله و چه از جانب بندگان الله مایه خیر و برکت و رشد و توسعه و توانمندی بوده و هست و خواهد بود. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر ما خدماتی که و محبت هایی که به ما و شما می شود، چه از جانب الله چه از جانب خلق الله و بندگان الله، محبت هایی که به انسان میشه و خدماتی که به انسان داده میشه، هم از جانب الله هم از جانب بندگان الله. اگر ما این محبت ها و این خدمات رو با خوبی پاسخ بدیم، با نیکی پاسخ بدیم، با تشکر و قدردانی و سپاسگزاری پاسخ بدیم، در حقیقت نعمت ها رو در آینده دوباره این خدمات رو جلب خودمون کردیم و این وعده خداونده. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر بنده شکرگزاری بودید، من نعمت ها رو برای شما چه مضاعف میکنم، افزایش میدم، توسعه میدم. پس برمیگرده به خودمون، اینکه چقدر خودمون تعاملمون با کسانی که به ما خدمات میدن عالی باشه. تو بحث خلق خدا هم همینه. اگه کسی یه کار خوبی، یه خدمت خوبی برای تو انجام داد، تشکر کردید، براش دعای خیر کردید، بار دوم هم برات انجام میده. ولی اگر یه کار خوبی برات انجام داد، باش برخورد کردید، تشکر نکردید، خب قطعا بار دوم دیگه برات انجام نمیده، میگه این لایق نمیشه، این لایق خوبی نمیشه. خب کی اینجا ضرر میکنه؟ اون کسی که خوبی به تو کرده، حالا چه الله باشه یا چه خلق خدا باشه. یا خودت ضرر میکنید، از خدمات بعدی محروم میمونید. انسان‌ها دنبال انسان‌های خوبن، الله هم دنبال انسان‌های خوبه، بندگان خوبه. هر بنده‌ای که شاکره نعمت‌ها رو سرازیرش میکنه، حمایت‌هاشو، مغفرتشو، حفاظتشو، برکاتشو. الله ولی الذین آمنوا. درسته؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن. سبحان الله، خدا دفاع میکنه. خب پس تمرین شکر بکنیم، تمرین سپاسگزاری بکنیم، بندگان قدرشناسی باشیم. حتی اگه یه نفر یه لیوان آب دست ما داد، بگیم جزاک الله خیرا. این لیوان آب رو فراموش نکنیم تا آخر عمرمون. انسان‌های مسلمان و مؤمن واقعی کسانی هستند که خوبی دیگران رو در حق خودشون فراموش نمی‌کنن. حتی اگه یه لیوان آب باشه، تا آخر عمرشون فراموش نمی‌کنن. این برای انسان ماندگاره. این اصالت هست. اصالت این که خدمات و خوبی دیگران در حق خودت فراموش نکنید. یک چیز دیگه هم هیچ موقع فراموش نمی کنن. انسان مؤمن واقعی دو چیز هیچ موقع فراموش نمی کنه. یکی خوبی دیگران در حق خودش و یکی بدی خودش در حق دیگران. اینم فراموش نمی کنه.
همیشه بیادشه که یک معذرت خواهی بکنه. حتی اگه طرف رو پیدا نکنه، طرف از دنیا رفته باشه، همون بدی که در حقش در حیاتش کرده یادشه، همیشه براش دعای خیر میکنه. طرف از دنیا رفته، دسترسی بهش نداره که ازش حلالی بطلبه، ولی بعد از هر نماز، تو هر جلسه، هر وقت برای خودش دعا کرد، اون بدی خودش هیچ موقع فراموش نمیکنه. همینجور دعای خیرش میکنه طول عمرش تا خدا ازش راضی باشه، که در روز قیامت خدا اون بنده رو ازش راضی بکنه. و انسان مسلمان دو چیزم همیشه فراموش میکنه، تو ذهن خودش قرار نمیده. یکی خوبی خودش در حق دیگران، یکی بدی دیگران در حق خودش. این دو چیزم فراموش میکنه. اگه فراموش نکنه خب مشکل پیدا میکنه. اگه کسی خوبی خودش در حق دیگران فراموش نکنه، همیشه به رخشون بکشه، همیشه منت سرشون بذاره، تو نیکی میکنه و در دجله انداز. وقتی کار خوبی برای دیگران انجام دادید، فراموشش کن. چون اگه فراموش نکنی منت میذارید. من فلان تاریخ برای تو فلان کار کردم، برای تو فلان کار کردم، برای تو فلان کار کردم، خود دیگه خراب میشه. انسان مسلمان واقعی بدی خودش هم در حق دیگران، بدی دیگران هم باید در حق خودش فراموش بکنه. یک کسی یه وقتی به تو یه چیزی گفته، یه بدی کرده. انسان‌های بزرگ بدی دیگران رو نمیتونن تو حافظه‌شون و دلشون نگه بدارن، وگرنه نمیتونن زندگی بکنن، وگرنه بزرگ نیستن. اگه حب انتقام و همینجور خودخوری همراهشونه تا چه هنگام مرد. اگه بتونیم بدی دیگران رو فراموش بکنیم در حق خودمون. کسی یه وقتی به من تو یک چیزی گفته، غیبتی کرده، بهتانی زده، تهمتی زده، و این فراموش کردن خصلت پیامبرانه، و بعد براشون دعای خیر کردن. در حقیقت وقتی یه نفر بدی در حق کسی میکنه، در حقیقت اگه خوب نگاه بکنید، به خاطر خدا صبور باشید، در حقیقت به تو داره خوبی میکنه، حسنات تو رو داره افزایش میده. اگه خوب نگاه بکنید. اگه جوابش دادی که تو دیگه حق تو گرفتید، اگه جوابش ندادید، اینجا چه؟ تو نزد خدا مزد دارید. مگر در یک حالت که اون بدی لطمه زدن به جامعه و پیشرفت جامعه باشه و گستاخی باشه، که باید جلوش ایستاد، اما مؤدبانه، با قدرت باید جلوش ایستاد. کسی جامعه داره فساد میکنه، نابودی میکنه، جامعه رو به خاک و خون میکشونه، قلدری داره میکنه، اینجا چه؟ اینجا باید افرادی باشن قاطع، متحد، منسجم، که جلوش بیستن و به ظالم بگن قف، ای ظالم، به تو اجازه نمیدیم در جامعه ما این همه گستاخی بکنید، ما جامعه سالم میخوایم. این یه بحث جداگانه است. پیامبر صلی الله علیه وسلم چه تونست ببخشه. بخشیدن یکی از اوصاف و نامهای خداونده، عفو. الله میبخشه. چرا خودشو عفو معرفی کرده؟ که بندگانش هم الگو برداری بکنن. اگه الله میبخشه، من و تو کی هستیم که نمیبخشیم؟ الله که هم قدرت داره، هم رب العزت و الجلال هست، هم قوی است. و بخشیدن آدم ضعیف که از روی ناتوانی است.
اگه کسی قدرت نداره که انتقام بگیره بگه حالا من میبخشم، خب این بخشندگی به درد نمیخوره. این بخشندگی هنر نمیخواد، زورش نمیرسه انتقام بگیره. بخشندگی کسی هنر و فضیلت و ارزشه که بتونه انتقام بگیره، بگه من به خاطر خدا بخشیدم، از حقم گذشتم. اینجاست که الله که این همه قدرت داره میگه من بندگانم رو میبخشم، تا شما هم الگو برداری بکنید، تا شما هم بخشنده بشید. از بخشندگی هیچی از انسان کم نمیشه، بلکه به بزرگی انسان چه اضافه میشه. جامعه‌ای که بتونن همدیگر رو ببخشن، عیوب همدیگر رو چشم‌پوشی بکنن، از اشتباهات همدیگه گذشت بکنن، به دل نگیرن، همدیگر رو تذکر بدن، اون جامعه جامعه مدنی است. اون جامعه جامعه خوبی است. پس انسان مسلمان دو چیز رو باید فراموش بکنه: یک، خوبی خودش در حق دیگران، و دو، بدی دیگران در حق خودش. هر کسی این کار کرد اون آدم بزرگیه، اون آدم مصلحیه، اون معلمه، اون مربی است. دو چیز دیگر هم هیچ موقع نباید فراموش بکنه: خوبی دیگران. اینو نباید فراموش بکنه. حتی اگر یه خدمت کوچیکی باشه و همیشه براش دعا بکنید. این بابی که بحث امروز ماست، اون مقدمه ای بود، باب مجاهدت هست. امام نووی در کتاب ریاض الصالحین و همه کتاب هایی که وجود داره، کتاب های دینی، ابواب هست، یعنی قسم قسم. هر مسئله ای رو یک قسمی آیات و احادیثی که در اون رابطه هست آوردن زیر اون باب، زیر اون قسم. اگه یادتون میاد چند روز پیش در نماز ظهر باب چی رو خوندیم؟ یک حدیثی، باب یقین و توکل، یادتون هست؟ یه حدیث هم اونجا مطرح کردیم، خوندیم و شرح دادیم: لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون و علی ربهم یتوکلون. این 4 تا رو فراموش نکنید و از خدا بخواید که جزو 70,000 نفر باشید که بدون حساب و عذاب وارد بهشت میشن و براش تلاش بکنید، عقیدتون رو درست بکنید. اما این باب چیه؟ باب مجاهدت هست. یعنی چی؟ یعنی مبارزه با نفس. انسان نمیتونه تو هیچ میدانی از میادین مبارزه پیروز بشه مگر این که در میدان مبارزه با خویشتن پیروز بشه. سید قطب رحمت الله علیه میفرمایند یکی از مفسرین معاصره که خاتمه زندگی پربرکتش با شهادت خاتمه پیدا کرد، اعدام شد دیگه در مصر. کتاب تفسیر فی ظلال قرآن نوشته که ترجمه شده به زبان فارسی. یک جمله مشهوری دارن میگه: اقم دولت الاسلام فی نفسک تقم علی ارضک. دولت اسلام در درون خودت، در نفس خودت برپا بکن، در سرزمین تو برپا خواهد شد. سبحان الله.
ما انتظار خوشی و امنیت و پیروزی در هیچ میدانی نداشته باشیم مگر اینکه در میدان مبارزه و مجاهدت با نفس خودمون اول پیروز بشیم. باید این نفس رو مطیع خدا بکنیم. نفس سرکشه. انسان یک نفس داره 3 تا وصف پیدا میکنه، 3 تا حالت پیدا میکنه. حالا نگاه بکن ما و شما جزو کدوم یکی هستیم؟ نفس اول نفس مطمئنه هست، نفس دوم نفس اماره هست، نفس سوم نفس لوامه هست. خوب دقت بکنی، یک نفس بیشتر نیست، ولی به تناسب برخورد خودمون با نفسمون و خیشتنمون 3 تا وصف پیدا میکنه، 3 تا حالت پیدا میکنه. ما 3 تا که نفس نداریم، یه نفس داریم، ولی 3 تا حالت پیدا میکنه. حالت اول نفس مطمئنه هست. حالت دوم اگر مهار نشه، کنترل نشه، تبدیل به نفس اماره میشه، افسار گسیخته میشه، شیطنت میکنه. حالت سوم اگه گاه وقت مواظبش باشیم، گاه وقت رهاش بکنیم، نفس لوامه میشه، سرزنش کننده. پس چند تا نفس هست؟ یک نفس چند تا حالت داره؟ 3 تا حالت. نفس مطمئنه، به اطمینان و آرامش رسیده، به امنیت رسیده. چطوری نفس به امنیت میرسه؟ به 2 حالت. این که نفس رو وادار بکنی به طاعت و فرمانبرداری از خداوند، 2 و این که نفس رو عادت بدید به ترک گناه. با 2 کار نفس انسان به اطمینان میرسه، صاحب نفس مطمئنه میشه. سبحان الله. نفسی نفس مطمئنه هست که صاحبش اون نفسش رو وادار بکنه به طاعت و بندگی و فرمانبرداری از خداوند. بیایم رو خودمون کار بکنیم. از همین امروزی که این حدیث رو داریم میخونیم، باور بکنیم نتیجه میگیریم. الان نفس سوار ماست، ما به نفس الان داریم سواری میدیم، ولی ما بیایم مسلط بر نفسمون بشیم. خیلی وقتا ما به شیطان سواری میدیم. سبحان الله. خودمونو، یعنی طوری ما رو لگام کرده، پاشم میتکنه سواره، برو کاواره، برو بار، برو آبجو بخور، برو ظلم بکن، سواره. 2 تا لنگش هم داره میتکنه، گوشت هم گرفته، اختیار از خودت نداری. برای ما پیش آمده یا نیومده؟ برای همه من پیش آمده، کسی مستثنا نیست، بجز پیامبران که معصوم بودن. با وجودی که پیامبران معصوم بودن ولی خیلی تواضع دارن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هیچ کس به عملش وارد بهشت نمیشه مگر این که رحمت خدا شامل حالش بشه، مگر این که رحمت خدا اونو در بر بگیره. گفتن حتی انت یا رسول الله، حتی تو؟ گفت حتی من، مگر این که رحمت خدا شامل حال من باشه. سبحان الله. دیگه ما میخوایم پوز بدیم با 2 رکعت نمازمون. حالا اگر این نفس عادت دادیم و تمرین دادیم بر طاعت خدا و بر اجتناب معصیت و گناه و معصیت خدا، این نفس مطیع میشه. یکی از بزرگان دین میگه که 20 سال من تلاش کردم تا این که کلمه توحید از زبانم بیارم تو دلم. میگه من گفتم اشهد ان لا اله الا الله با زبانم، ولی تو دلم نمی آمد. فاصله زبان دهان تا دل چقدر؟ این دستت اینطوری بذار میشه 1 وجب، این انگشت بزرگت بذار رو لبت، همونجا که زبانت، اون کوچکه رو بذار رو دلت، 1 وجب بیشتر نیست.
میگه 20 سال مجاهدت کردم تا این یک وجب راه، تا این کلمه توحید آوردم تو دلم. وقتی آمد تو دلم قرار گرفت، 20 سال از عبادت و بندگی خدا لذت بردم. سبحان الله. حالا من بگم تو یک جمله هست، من خوب هستم، تمام شد. حالا اگه مختصرترش بکنم، من خوبم، یعنی تمام شد. هیچ مجاهدتی لازم نیست. پس بگم من دکترم، من مهندسم، یعنی همین که گفتم من خوبم یعنی خوب شدم. من مهندسم، مهندس شدم. من طبیبم، دو کلمه است که طبیب شدم. حداقل با 20 سال 30 سال درس بخونی تا طبیب بشی. همین که تو بگی من خوبم، تو باید 20 سال 30 سال تلاش بکنید. من بنده خدا هستم، باید تلاش بکنید. به زبان خیلی راحته. حالت ما مثل این شده که یه نفر رو کاغذ بنویسن، رو کمرش بچسبونن که این آقای پزشکه. حالا رو کمر ما کاغذ چسباندن، رو لباسمون این مسلمانه. این شناسنامه است. مسلمان واقعی کجاست؟ همینطوری که نمیشه. مجاهدت لازم. پس نفس تا نفسه. یک نفس مطمئنه هست. نفس مطمئنه خیر محضه، اصلا به شر آلوده نمیشه. 2 تا ویژگی داره: طاعت و بندگی خدا میکنه و فرمانبری خداوند، و از معصیت خدا اجتناب و دوری میکنه، برحذره. اونقدر رو خودش تمرین میکنه تا این نفس بندگی خدا بکنه. وقتی بنده مطیع خدا شد و از معاصی و نافرمانی خدا اجتناب کرد، این نفس به درجه اطمینان میرسه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. وقتی به اطمینان رسید، این نفس مطمئن شد، زیر این خطاب خداوند وارد میشه. سبحان الله. خطاب خداوند چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایتها النفس المطمئنه. خوب دقت بکنید. یعنی لیاقت پیدا میکنه که خدا این نفس مطمئنه رو مورد خطاب قرار بده. چه خطاب زیبایی. یا ایتها النفس المطمئنه تو سوره والفجر دیگه، درسته؟ ای کسی که دارای نفس مطمئنه شدید، ای بندی که مجاهدت کردی، با نفست و خیشتن مبارزه کردی، این نفس افسار گسیخته رو لگام کردید، آوردیش تو راه خدا و بندگی خدا و اطاعت خدا و او رو از نافرمانی خدا کنترل کردید. امروز تو لیاقت خطاب منو دارید. یا ایتها النفس المطمئنه. بعدش چیه؟ میگی ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بر بگرد به سوی پروردگار در حالی که تو از الله خوشنودید و الله هم از تو خوشنوده. سبحان الله. راضیه مرضیه. وقتی این نفس مطمئن میشه، 2 تا حالت پیدا میشه. یکی خوشنودی تو از خداوند، تو از الله راضی هستید. 2 خوشنودی الله هست تو که این برگ برنده است. یا ایتها النفس المطمئنه. این خطاب تلطیفه، این خطاب محبته. خیلی بوی نزدیکی ازش میاد، بوی قرب ازش میاد. خیلی این خطاب ظریف و دوست داشتنیه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. سبحان الله. به سوی ربت بر بگرد. مثل اینکه رب مال خودته. به سوی پروردگار خودت بر بگرد. راضیه مرضیه. هم تو از الله خوشنودید، هم از الله از تو خوشنود و راضی است. بعد دیگه چی میگه؟ میگه فادخلی فی عبادی. بیا برو وارد بندگان من بشو.
فادخلی فی عبادی، برو تو جمع بندگان من، اونهایی که من اونها رو به عنوان بندگان خودم پذیرفتم. سبحان الله. عزیزان، بالاترین لقبی و وصفی که الله رب العزت و الجلال و جل جلاله به یک بندی میده در دنیا وصف عبد بودنه. این بالاترین مداله و بالاترین وسامه و بالاترین وصفی که خداوند به یک بنده وقتی ازش راضی میشه میگه ای عبد من. جایگاه عبد بودن بزرگترین شرف برای چه؟ برای بندگانه. تو این آیه داری دقت میکنید خداوند میگه چه؟ فادخلی فی عبادی، داخل بشو. حالا که تو بندگی من کردید، با نفست مجاهدت کردید، نفستو مطیع من کردید، تو به درجه مطمئنه رسیدید، اطمینان، حالا اجازه دارید وارد چه؟ جمع بندگان خالص من بشید. فادخلی فی عبادی. دیگه چی؟ بعد میگه وادخلی جنتی، هر هشدر بهشت من بازه. حالا برو داخل بهشت من شو، حالا برو تو فردوس قرار بگیر، حالا برو اونجا دیدار انبیا بکن، کنار کسانی که منو دوست داشتن و در دنیا بندگی کردن تو هم بندگی کردی، مجاهدت کردن تو هم مجاهدت کردی، اطاعت و فرمانبرداری کردن تو هم کردید، حالا برید با هم جمع بشید. بندگانی که اطاعت کردن و صاحب نفس مطمئنه شدن و تو اونها رو ندیدید در گذشته، من همه رو جمع میکنم از زمان حضرت آدم تا امروزی که تو وارد بهشت شدید. اونجاست که انسان بابا آدم رو میبینه، ماما حوا رو میبینه، حضرت نوح رو میبینه، اینا مجاهدین بزرگ بودن. حضرت ابراهیم رو میبینه، بت شکن. حضرت عیسی مسیح رو میبینه. بالاتر از همه پیامبر صلی الله علیه وسلم ملاقات میکنه. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان الله. این نفس مطمئنه است. حالا کی نیاز داره که نفسش مطمئنه بشه؟ یعنی کمبود شر داریم خودمون؟ کمبود گناه داریم؟ کمبود بدبختی داریم؟ باور کن از سر و کلمون داره میباره بدبختی و شر. جامعه ما رو نابود کرده. فتنه، فساد، دربدری، پریشانی، ناامنی، جنگ، خونریزی، قتل، کشتار. باور بکن نیاز به آرامش داریم. من چند روزی که دارم اخبار میگیرم، واقعا یک حادثه خیلی وحشتناکی در ماه مبارک رمضان، یک بمبگذاری انتحاری در قلب کابل افغانستان در ماه مبارک رمضان، 90 کشته، 470 تا زخمی، زن، بچه، کودک، پیرمرد. هر چی میخوان جمع بکنن جمع نمیشه. یک حادثه خونین توسط یک انسان شروری از خدا بیخبر که یک بمبی به کمرش میبنده. تو اگر میخوای آمریکایی رو بکشید برو مقابله با سربازا بکن. تو مرکز شهری که مسیر تردد بندگان خداست، تو خیابانها زن و کودک و پیرمرد و چقدر قدرت داشته که تا شعاع 3 کیلومتر، بعضی جاها 4 کیلومتر شیشه ها رو در هم ریخته. خسارت مادی که قابله، ولی 90 نفر کشته تو ماه مبارک رمضان، ماه آرامش، ماه امنیت، 400 خورده ای زخمی. جا داره من تسلیت بگم و اظهار همدردی بکنیم با مردم خوب و دوست داشتنی
و عزیزانمون، برادرها و خواهرانمون در افغانستان عزیز و دوست داشتنیمون که سالهای سال مورد طمع دشمنان اسلام واقع شدن. قبلا انگلیس، بعدش روسیه وارد شد، الان کل کشورهای دنیا اونجان. حالا از یک دشمن انسان انتظار نداره، ولی از یک خودی انسان انتظار داره. اسلام دین صلح و صفا و آرامش و اخوت و برادری و دوستی و محبت و گذشت و خیرخواهی و مهربانی و صفا و صمیمیت و مهرورزی و نگاهمون باید به هم دیگه نگاه خوبی باشه. نگاهمون به هم دیگه نگاه خونینی نباشه. خداوند این نگاه حتی به بندگان کافرش نداره. با وجودی که اعلام جنگ با خدا کردن روزی بهشون میده، ولی خیلی از مسلمان ها امروز دستشون تو دست دشمنان برادرکشی دارن میکنن. ابزار و آلت دست دشمنان اسلام برای قتل عام برادر و خواهر مسلمانش. این تکفیر و این خشونت و این نگاه بد و نابود کننده نسبت به خواهر و برادر مسلمان، اصلا به انسان ها. میگم اسلام دین صلح و صفا و آرامش و امنیت و اخوت و برادری و دوستی و مهرورزی است. جا داره من تسلیت بگم خدمت همه عزیزانمون، کل مردم، همه داغدارن و عزادارن الان، و خداوند بهشون صبر بده. اونایی که به رحمت خدا رفتن در زمره شهدا باشن و با شهدا محشور باشن، و اونایی که زخمی شدن خداوند شفای عاجل بهشون بده. بازماندگانشون خدا بهشون صبر بده. پس عزیزان، نفس مطمئنه نفسی است که به آرامش رسیده در طاعت و بندگی خدا، و زیر این آیه وارد میشه: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر از خدا بهشت طلبیدی، بهشت فردوس بطلب. اونجا همجواری با یه لحظه تصور بکن الان که شما در بهشت همنشین پیامبر باشید صلی الله علیه وسلم. یعنی این طرف پیغمبر نوح، پیغمبر موسی، پیغمبر عیسی، پیغمبر ابراهیم، پیغمبر ادریس، بابا آدم، این طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابوبکر، عمر، عثمان، حیدر، بلال، عبدالرحمن ابن عوف، امهات المؤمنین، زنهای بزرگ، مریم بنت عمران، خدیجه ام المؤمنین، امهات المؤمنین. چقدر پیامبر رو دوست دارید الان؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن المرء مع من احب. انسان همیشه با کسی است که دوستش داره. اگه پیامبر رو دوست دارید چه با اون محشور میشید. واقعا الان شما دوستش دارید. اگه اینجا بود دوست نداشتید مصافحهش بکنید، بلند بشید تو آغوشش بگیرید. کافی است که رو نفست کار بکنی، نفست مطمئنه بشه. در بهشت نعمت هایی هست که بالاتر از بهشته.
که وقتی انسان مسلمان در بهشت قرار میگیره که در بهشت نعمتهایی هست که نه چشمی دیده، نه گوشی در وصفش شنیده، نه بر دل انسان خطور کرده. سبحان الله، چنین نعمتهایی هست. در احادیث وارد شده که وقتی خداوند ناز و نعمتهای بهشتی رو به بهشتیان معرفی میکنه و میگه این مال شماست، استفاده کنید، همه مات و مبهوت میشن که بارالله این همه پاداش ما که این همه اعمال انجام ندادیم. اون دیگه فضل و کرم خداونده. بعد متجلی میشه بر بندگانش در بهشت، بر این اصحاب نفس مطمئنه، بهشون میگه که ای بندگان بهشتی من، از من راضی هستید؟ میگن بارالله چرا از تو راضی نباشیم؟ شما که ما را به بهشت داخل کردی بر مبنای لطف و کرمت، وگرنه اعمال ما ناچیز بود. شما که از تقصیرات ما گذشتید بر مبنای لطف و کرم و محبتت و مغفرت و رحمت و شفقتت، بر ما بر بهشت داخل کردی، ما را از نعمتهای بهشت محظوظ کردی و خوشنصیب کردی، چرا از تو راضی نباشیم؟ دوباره الله رب العزت و الجلال سوال میکنه از بندگان بهشتیش، آیا چیزی دیگر غیر از این بهشت نمیطلبید؟ به ذهنشون نمیرسه، فکر میکنن هرچی ناز و نعمت و خوشی و لذت هست همین بهشته، همین جوهاست، همین میوه هاست، همین زنهای بهشتی است، همین خدمه، همین باغ هاست، جوی آب گوارا، جوی شیر، جوی شراب، جوی عسل. سبحان الله، همش مزه است. انسان نیاز به دستشویی پیدا نمیکنه، نیاز به ادرار پیدا نمیکنه، شکمش منتفخ نمیشه، همه مزه ها تو زبانشه. انسان بلغم نداره، آب بینی نداره، نیاز به خواب پیدا نمیکنه، مریض نمیشه، فقط سلامتی است تو سن جوانی، همه یک دست، فقط لذت بردن از نعمتهای بهشته. مزه تو دهانت دیگه آب میشه، وارد معده نمیشه که شکمت باد بکنه. اینا اوصاف بهشتیه. هیچ کینه و بغضی تو بهشت نیست بین بهشتیان. الله رب العزت و الجلال به بندگانش میگه چیزی دیگه نمیخوای شما؟ به ذهنشون نمیرسه. اینجاست که الله پرده رو بلند میکنه. سبحان الله. پرده رو از صورتش بلند میکنه. پرده رو از صورت و سیماش بلند میکنه. الله نوره، نور السماوات والارض، یک تکه نوره. میگه حالا چی میگی؟ حالا من شما را مفتخر میکنم، به سعادت کامل میرسونم، اجازه میدم که سیمای منو تماشا بکنید. سیمای نورانی الله، همین اللهی که رو به قبله ایستادیم و بعد میگیم وجهت وجهیه، اونجا الله اجازه میده که تماشای سیمای الله بکنید، به دیدار الله ملک الملوک، فرمانروای مطلق. چه حال هوایی است؟ چشمی که در دنیا نگاه به حرام کرده کوره، نمیتونه الله رو ببینه اون روز. وقتی که الله پرده رو بلند میکنه، همه بهشتیان مات و مبهوت میشن. کل لذت های بهشت رو همه فراموش میکنن. وجوه یومئذ ناظره، نور الهی منعکس میشه تو صورت بهشتیان. سبحان الله. نور رب العزت و الجلال، نور سیمای نورانی رب العزت و الجلال منعکس میشه تو صورت بهشتیان. صورت بهشتیان یک پارچه چه روشن میشه.
سبحان الله. خداوند در قرآن میفرمایند وجوه یومئذ ناظره، اون روزی که خداوند پرده بلند میکنه در بهشت و بهشتیان به تماشای الله مینشینند، صورتهای بهشتیان ناظره هست، از نضارت سفید میشه، روشن میشه، میدرخشه به خاطر نور الله که تو صورتشان منعکس میشه. وجوه یومئذ ناظره، نتیجه چیه؟ الی ربها ناظره. این آیه رو خوندید شما؟ وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چون که به ربش داره نظاره میکنه، نگاه میکنه. در جای دیگه خداوند میفرمایند للذین احسنوا الحسنی، برای کسانی که در دنیا نیکی کردن حسنا هست. حسنا در آخرت بهشته. و زیاده، و زیاده بر حسنا دیدار خداونده. برای کسانی که در دنیا نیکی کردن للذین احسنوا الحسنی، بهشت. و زیاده، نعمتی مضاعف و زیاده بر بهشت، جز دیدار خدا چیز دیگر نمیتونه باشه. صحابه سوال کردن یا رسول الله ما میتونیم در قیامت پروردگارمان را ببینیم؟ براشون سوال پیش آمده بود. این ربی که در مقابلش قیام میکنیم، رکوع میکنیم، سجود میکنیم، الله اکبر میگیم، سبحان ربی العظیم میگیم، سبحان ربی الاعلی میگیم، ما میتونیم ملاقاتش بکنیم رو در رو؟ پیامبر جواب داد سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته. شما ربتون رو در بهشت میبینید همونطوری که ماه بدر، شب بدر که قرص میشه شب 14، بدونی که ازدحامی کسی رو هل بده. ازدحام نیست. تو برو من میخوام ببینم، تو برو پایین، تو یکم سرت بیار پایین تر تا من راحت تر ببینم. اینطوری نیست. سترون ربکم، در آینده نزدیک شما ربتون رو میبینید. کما ترون القمر لیلة البدر، وقتی ماه قرص بالاست کسی هل میده که تو برو اون طرفتر تا من ماه ببینم؟ ماه وسط آسمانه، همه میبینن. لا تدامون فی رؤیته، هیچ ازدحامی و مشکلی در رؤیت خداوند نیست. این کی حاصل میشه؟ زمانی که نفس ما مطمئنه بشه. کی نفس مطمئن میشه؟ زمانی که چه؟ با نفسمون مجاهدت بکنیم، مبارزه بکنیم. اولین دشمن خودت نفسته که باید باش مبارزه بکنیم. پس چند تا نفس داریم؟ یک نفس. چند تا حالت پیدا میکنه؟ 3 حالت. حالت اول مطمئنه. درباره نفس مطمئنه گفتیم همه مسائلش. با چه مطمئنه میشه؟ بعد نتیجه چی میشه؟ زیر خطاب خدا وارد میشه، بعد داخل بندگان خدا میشه، بعد به بهشت وارد میشه، دیدار پیامبران نصیبش میشه، منتهی میشه به دیدار رب العزت و الجلال. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. اینجاست، این بهش میگن تزکیه. مجاهدت یعنی تزکیه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند وقتی این نفس رو مهیا کرد 2 چیز بهش الهام کرد. چی بهش الهام کرد؟ فالهمها، فجور و تقوا. وقتی خداوند این نفس تو رو شکل داد 2 چیز در نفس تو تزریق کرد، هم فسق و فجور و حب معصیت و هم تقوا و حب بندگی خداوند. و اختیار دست خودت داد. گفت این 2 ماده در تو تزریق کردم، در حال جنگن با هم دیگه، هر کدوم پیروز شد تو رو با هم طرف میکشونه. اینجاست که مبارزه لازمه. تا حق هست باطل هست، تا باطل هست مبارزه هست. اولین مبارزه بین حق و باطل، فسق و فجور و تقوا در درون ما و شما. احساس نکردی بعضی روزا مثل فرشته میشی، حب خیر درت زیاد میشه، خیلی آدم سبک میشه برای عبادت، بعضی روزا تنبل میشه؟ سبحان الله. این همین مبارزه درونیه. این مبارزه درونیه. خب به همین قدر بسنده میکنیم
برای همتون آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که خداوند این طاعات و عباداتی که توفیق پیدا میکنید از ما و شما قبول بکنه، مهر قبول بزنه، در میزان حسناتتون و حسناتمون قرار بده. ما و شما را مزید توفیق برای مزید بندگی و حسن الخاتمه در همه امور و شؤون زندگی نصیب بفرمایند. از حوصله همتون تشکر میکنم. التماس دعای خیر از همتون دارم. برای همتون آرزوی موفقیت، عزت، سربلندی، خاتمه به خیری دارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و للحدیث بقیه انشاءالله. چه دنباله این باب مجاهدت اگر فردا حیاتی داشتیم و توفیقی داشتیم.